پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کدام زنی که بدون گناه شوهرش طلب طلاق کند بوی جنت نمی‌بیند گفتند. و حالان که بوی جنت از مسافه فلان سالها می آید، یعنی از مسافه دور می آید و مادامی که بوی جنت رو نمی بیند خیلی از جنت دور است. زنی که از شوهرش طلاق طلب می کند حالان که شوهرش گناه نکرده است و دویم زن گرفتن شوهرش این گناه نیست. بنابراین باید صبر کند. اگر به این صبر نکند فردا به بیشوهری و به گناه احتمال است که صبر میکند. صبر کنید خواهران عزیز. اگر شوهرتان زنی دویم گرفت پروا نکنید و شما وقتی وسیع جدا میشد شما نماز تهجد نمیخواندید وقتی که شوهرتان هر شب در برتان بود. اکنون امکانیت دارید که نمازهای تهجد میخوانید، امکانیت دارید که روزی که شوهرتان به نزد اون زنش رفت روزه های نافله میگیرید، قرآن میخوانید، یعنی به خودتان نگاه میکنید، به سلامتیتان نگاه میکنید، به فرزنداتان به تربیتش نگاه میکنید. هیچ گپی ندارد. فردا با میبیاید او زنهایی که شوهراشون در زندان است 20 سال، بعضی زنهای من میدونم که یعنی که منتظر شوهراشون شد 20 سال، یعنی 2 ماه 3 ماه یا مراتب شوهرش میدید، صبر کردن. هیچ گپی ندارد که دو شب شوهرتان رو نبینید. یا من در مهاجرت مردم زنهای تاجیک بسیار مشقتی بی شوهری کشیدند. هیچ گپی ندارد که مقصد بدی دور است با نزد شما میاد، بدی یک شب با نزد شما میاد. بنابراین به این مسئله اگر شما ناراضی شوید و یعنی طلاق طلب کنید از این روزهای بدتر میبینید. برای همین صبر کنید.